سلام، من بهروز هستم و شما به پادکست دونده گوش میدید. تو این قسمت میخوایم دوباره راجع به شعر صحبت کنیم. موضوعی که ما در پادکست دونده چند بار راجع بهش صحبت کردیم، ولی این بار از یک زاویه دیگه میخوایم صحبت کنیم. به مهمون این قسمت ما هم کسراست. چطوری کسرا، خوبی؟ سلام، خوبم. وقتت بخیر. خب قبل اینکه ما اصلا بپردازیم به این موضوع برنامه، به نظرم خیلی مهمه که ما تو رو بیشتر بشناسیم و اینکه اصلا بچه‌ها تو رو از کجا ممکنه بشناسن. تو صفحه‌ای رو داری به نام GW فارسی رو اینستاگرام و اونجا مطالبی راجع به رپ می‌نویسی و این مطالب موضوع متفاوتی داره، راجع به شعر رپ هم می‌نویسی توش، درسته؟ آره. من واقعیت اینه که خب به شعر خیلی علاقه دارم. کلا شعر اون قسمتی از هویتمه که خیلی براش وقت گذاشتم و از یه تایمی به بعد رپ هم جزو چیزایی بود که خیلی دوستش داشتم، گوشش میکردیم. البته نه تا سابقه طولانی و چون سنمون اونقدر زیاد نیست، ولی از یه جایی بعد که فهمیدیم چی و راجبش شروع کردیم به دونستن، شروع کردیم یاد گرفتن راجبش و فکر کردن راجبش. بعد من اوایل توی یه صفحه دیگه، صفحه دوستم رشید، می نوشتم. بعد رشید ریونیو هستش، الان دوباره هم شروع به کار کرده، داره می نویسه، خیلی هم باحاله. و یه مدت حالا کم کار شدیم. بعد من صفحه خودم رو باز کردم، شروع کردم حرفام اونجا نوشتن، چون همش اسم کردم که رپ فارسی حقشه که یک کم جدی‌تر راجبش حرف زده بشه، یک کم به قناش پرداخته بشه. یعنی اونقدر هم چیز بی‌ارزشی نیست که بر همین اینقدر راحت مثلا هر دفعه هر کی دستش میرسه میخواد بهش یه چیزی بزنه یا یه تیکه بهش بندازه، همچین مسیری طی میکنه یا همیشه به این نقطه ضعفش اشاره میکنه. ولی رفایس حقشی که راجبش عمیق‌تر فکر کرد و اندیشید. درست. این حالا من صفحه تو رو سیامک با هم معرفی کرد، سیامک کادانس در واقع قلی زاده، و من خوندم و خیلی خوشم آمد. علاوه بر اینکه مطالب خوبی داری و مفید هست، نحوه ارائهش هم خوبه، یعنی نوع گرافیکی که به کار میبری، شیوه ارائهش هم شیوه مناسبیه و من امیدوارم که صفحه تو بیشتر خونده بشه و آدما بیشتر بهش سر بزنن، چون توی رپ فارسی زیاد ما صفحه‌های خوب نداریم. برای همین اگه یک رسانه، یک صفحه‌ای باشه که مطالب مفیدی داشته باشه، به نظرم زود نظر اون آدمایی که باید رو جلب میکنه سریع. ولی یه صحبتی که راجع به اینکه شعر، تو خود سابقه شعری چجوری، یعنی اگه علاقه‌مند شدی و نظر میدی؟ واقعیت اینه که خب من از بچگی شعر می نوشتم، یعنی علاقه من به ادبیات بودیم. خونمون پر از کتاب بود و هم چیزایی که اکثر آدمایی که این کارا رو میکنن میگن. از یه جای به بعد بیشتر تشویق شدم به واسطه معلمامون، به واسطه کارگاه شعری که تو شهرمون بود و بعدش که رفتم دانشگاه. تو اون فضا همیشه میرفتم، میگشتیم، یعنی بودیم، دوستام از اون فضا انتخاب میکردیم. برای همین خیلی علاقه من شدم، به سمتش کشیده شدم و می نویسم. واقعا به صورت مداوم شعر و داستان می نویسم و این کار مورد علاقمه. یعنی که جزء انجمنی، کارگاه شهر اینا هست؟ بله، هم انجمن شعری که تو شهرمون است، ساری، و هم دانشگاه. بله. و این حرفی که میزنی که این مقدار همیشه اون قناع در واقع رپ و یه جوری میخوان در نظر نگیرن، تو این چیزی که خودم باش مواجه شدی و دیدی که آدم و اطرافت راجع به رپ، شعر رپ مثلا همیشه میخوان بی ارزش جلوش بدن، اینجوریه به نظر تو انجمنی که هستی آدمای دیگه؟ واقعا اینه که حالا برای خودم که آدم وقتی میفهمن که مثلا من دارم راجع به رپ می نویسم، یه نگاه اینجوری که مثلا داری مثلا خودتو حیف میکنی، داشت مثلا بیا شعرتو بنویس، داستانتو بنویس، برو اون مسیر درست حسابی رو برو، چرا مثلا اینوری میری؟ ولی و شایدم نه اینکه بعضی موقع ناامید میشم، بهشون حق میدم
ولی از یه کاری خوشت میاد انجامش میدی دیگه. و یه مسئله دیگه هم هست، رپ فارسی رو تا حد زیادی به واسطه حداقل اون بخشی که بیشتر از همه تو چشه و تبلیغات میشه و این داستانا، از مفهوم، از محتوا، از شعر خالی میکنن. و حداقل چون اونا رو میبینن، اونایی که مثلا بیشتر تو چشن، و عجیب نیست دیگه. و این شکلی میشه که اوکی چرا داری وقت تو مثلا برای این میذاری، ولی میخوام بگم که این یه هنره که یه بخشم اینجا داره. و اگه بیای جداش کنی، اگه مثلا تو یه آدمی باشی که میخوای رپ فارسی رو از یه جریان بزرگ هنری ایرانی فارسی جدا کنی، دو تا بیشتر برای من درک نداره که یا آدم سنتی هستی، یعنی نمیخوای نگاه کنی ببینی که دیگه شاعر به صورت سنتیش اونقدر معنا نمیده. یعنی شاعر، نویسنده و اینا همه باید بیان تو مدل‌های جدیدتری از محتواش عضو بشن، کار کنن و تو اون قاطی بشن. یعنی شاعر سنتی بودن و کتاب نوشتن، تو این دور زمان کسی کتاب نمیخونه که تو بخوای اون مسیر رو اونقدر بخوای پیش بری. و حالا یکی اینه، یکی دیگه هم اینه که بخوای مثلا تخریبش کنی و بزنیش. مثلا تو یه چیزو از یه چیز کلو به عنوان مثلا قسمت از هنر مثلا موسیقی ایران جدا میکنی که این نمیذاری عضو اون چیز بزرگه بشه، که بخوای بزنیش، بخوای تخریبش کنی، بخوای مثلا بگی که آقا به درد نخوره. ولی این فقط باعث میشه که دستاوردهایی که داشتی رو، آدمایی که تو این زمینه کار کردن، تلاش کردن، عمرشون رو گذاشتن، کم نیست این افراد آدم مهمی بودن، تاثیرگذارن، که تاثیرگذارترین موسیقی که گوش مردم بهشه و نمیتونی اینقدر از کنارش بگذری. و درست. مسئله همینه این دقیقا. آره، این حرفی کاملا درسته. فرمای جدید میاد و آدمای جدید میان تو نسل‌های جدید و اونا میخوان فرمای جدید رو تجربه کنن. و این قضیه به نظر من علاوه بر این که نگاه آدمای خارج رپ به رپه، حتی نگاه آدمای داخل رپ به آدمای داخل رپ هم هست. اون آدمایی که مقدار قدیمی‌تر ممکنه باشن نسبت به آدمایی که جدیدتر میتونن باشن، این هم وجود داره. شاید به خاطر اینکه فرم‌های شعری که بچه‌های قدیمی‌تر دنبال میکنن به قول معروف یه مقدار در جریان شعری ما هم یک مقدار دموده شده و اون آدمایی که جدید میان میخوان فرم‌های جدید امتحان کنن. و این میرسه به این موضوع برنامه ما و چیزی که ما با هم صحبت کردیم در مورد خرده شعرها. یعنی اونطوری که تو داری میگی ما توی رپ فارسی روایت یا شعر به معنای قدیمش نداریم. خب میخوام اینو برام باز کنی، بگی این خرده شعره چیه، چه تکنیکایی داره، چه مستاقایی داریم، و بیا بگو چرا این مهمه، چرا این ما الان نیاز به تحولی داریم به نظر تو. اول اینکه راجع به بحث شعر تو رپ فارسی حرف میزنیم، باید بیشتر بدونیم که آقا فرمت شعر تو رپ فارسی از کجا ریشه میگیره، از کجا ایدهاش اومده. یه بخشش به شعر کلاسیک ایران برمیگرده و سیستمای فرمی که اون داشته. خیلیاش هنوزم وقتی راجع به شعر رپ حرف میزنن از اون فرم و سیستما حرف میزنن. برای همینه که تا حداقل تا یه چند وقت قبل و شاید هم الان قافیه و حالا تو رپ فارسی بهش میگن پانچ، اینا بخش مهمی از این سیستم رو تشکیل میدن، سیستم شعری رو تشکیل میدن. ولی واقعیت اینه شعر ایران به واسطه این که کلی آدم دارن روش کار میکنن و شاهراه بالاخره برای خودش از گذشته داره، تاریخ داره و هنوزم هر روز در حال تغییر کردن و مدرن تر شدن، در برخورد با کلی اتفاقی که تو جامعه میفته و تو ادبیات میفته. شعر تو رپ فارسی امضا محوره، حداقل اینجا اینجوری بوده. و این امضا تو طول زمان سنای متفاوتی داشتن. یعنی مثلا میبینی که امضای مثل هیچ کس بازی یا اینا تو اون هیته میبینی که شاید 10 سال یا بیشتر هنوز طرفدار داشت، شاید هم همین الان طرفدار داشته باشه این امضا. و ولی امضایی که اخیراً به میاد هی سنش کمتره، هی زودتر میان و میرن. حالا داستانش چیه؟ این که اصلا با برخورد با صنعت هست، بحث جداییه. این در برخورد با صنعت و به امضای سری تعریف برام ایجاد میکنه. مثلا ببینیم امضا چیه. امضا شامل یه سری مثلا فرم شعری با یه سری دایره لغته. ما این دایره لغت ها رو هر کسی که امضا تولید میکنه مثلا 50 تا 100 تا مثلا در بهترین حالت دایره لغت داره. و وقتی آدمایی که میان از این امضا استفاده کنن خودشون به این دایره لغت ها نزدیکتر میکنن. و این دلیلش چیه؟ این نگاه باید سیستم روشمند میشده. خب یعنی اینکه یه آدمی میاد برای درک بهتر شعر، برای درک بهتر این مسیر، امضا برای همین تولید میکنه. برای اینه که
بتونه به یکی دیگه توضیح بده و یکی دیگه ازش استفاده کنه و این مسیر پیش بره، یعنی که قابل انتقال باشه. این امضا بر همین تشکیل میشه و و و در ادامهش فرم میشه. حالا بریم تو ادبیات فارسی. ما خیلی دورهای زیادی گذروندیم، یعنی میتونی بریم ببینی که، یعنی بزن شعر معاصر بهت میگه که چقدر موجهای مختلفی اومده از بعد از نیمایی و سپید به این ور که خیلی زیاده. حتی مثلا چه میدونم الان شاید شعر حجم یا این چیزا خیلی به گوش مردم خورده باشه، ولی بعدش اینقدر چیزای متفاوتی اومده که تمامی نداره و اسماش هم حتی خود آدمایی که تو این کارن هم زیاد نمیدونن و هر کی بخوش گوشه‌ای داره یه فرمی درست میکنه و یه شعری تولید میکنه، یه متن تولید میکنه. و الان دوره میشه اسمش گذاشت، حداقل به اسمش گذاشت خرده شعر، که برای همین بخاطر تعدد زیاد این بخش شدن هاست توی جای مختلف ادبیات فارسی. و من یه سری ویژگی کلیتر از این اشتراک اینا رو میخوام امروز راجبش حرف بزنم که تو رپ کجا رپ فارسی میتونیم پیداشون کنیم، کجا میتونیم ببینیمشون و چطوری میتونیم استفادهشون کنیم که بهتر بنویسیم. این صحبتی که میکنی خب جالبه. حالا من اینو نمیخوام حرفتو قطع کنم، میخوام ادامه بدی به رپ فارسی، ولی همین که میگی این سبک ها به قول معروف تعدادشون زیاد شده و شاید عمرشون کم شده، این خودش به نظر مبحث مهمه. یعنی همطور که تو میگی برای من هم مثلا شعر حجم، شعر معاصر انگار آخریه. من فکر میکنم مثلا بعد شعر حجم چیه، حداقل من نخوندم چون مثلا تو این قضیه نیستم، ولی من همین آخرین چیزی که شنیدم. اینم موضوع جالبه. ولی بیا راجبه بیایم تو رپ، یعنی که این خورده شعرها تو رپ چه جوریه. چون این امضایی که میگی مثلا روایت ها برای ما اینجوری بوده که خب در واقع یه آدمیه داره چیزی روایت میکنه، یه اولی داره، یه موضوع خاصه شروع میشه به اوج میرسه و پایان میرسه. خب یا مثلا دو نفر رو پیدا میکنه، از زبان این دو نفر یه مکالمه صورت میگیره و تموم میشه. این خورده شعر ما بگو، این یعنی چی؟ این معنای روایت های شکسته شده این به چه معناه؟ تعریف می‌بینیم وقتی هنوزم تو رپ فارسی وقتی میخوان شعر رو تعریف کنن میان میگن که یه چیزی که وزن داره، موزونه و از این داستان ها، یعنی میتونید پیدا کنید جلو لای گفتگو. و این تعریف قدیمی‌تری از شعره و تو تعریف مدرن خیلی گسترده شده و خیلی مثلا تعریف مختلف داره. ولی چیزی که من حداقل دارم ازش استفاده میکنم و من بهش باور دارم استفاده، یعنی بهش فکر میکنم و توی شعرم ازش استفاده میکنم، اینه که شعر در واقع اومده به هم بزنه یک مسیر مثلا متن نوشتن رو. یه کارش این نیست که مشابه تولید کنه. شعر وظیفه که نه، حداقل کاری که انجام میده، این هویتی که از خودش داره اینه که بیاد تفاوت ایجاد کنه، بازی رو به هم بزنه، نوع نوشتار رو به هم بزنه. تو وقتی میبینیش فکر کنی که او این چیز متفاوتیه، این فرق داره، انگار متنش با یه چیزی که بقیه میبینن. این میشه شاید بهترین توضیحی که راجع به این خورده شعرها حداقل من بلدم و گفتش. حالا اینا یه سری ابزارم دارن، ابزار بهتر نه، یه سری گفتگو هست توشون که به زبان شناسی برمیگرده، به سوسور و باختین و اینا بیشتر برمیگرده و بعدش و اینا این شکلیه که بیشتر وقتی به شعر نگاه میکنیم به عنوان یه آدمی که میخواد راجع به شعر نظر بده یا نقدش کنه، به لایه محتوا توی نگاه اول نگاه نمیکنیم، به زبان نگاه میکنیم که چه اتفاقی داره تو لایه زبان در این شعر میفته و چه اتفاقاتی اونجا توی اون لایه زبانه خودشون نشون میده و میزنه بالا. و این توی شعر خرد شعر، یعنی شعر مدرنتر، خیلی مسئله مهمتریه یا مسئله که تو نقد بیشتر استفاده میکنن. حالا این ابزارها یه سری هستن مثل گسست، آشنایی زدایی، مثل کمپ سازی کردن، مثل خرد کردن عناصر بزرگتر و زیادن. یعنی کارگاه براش برگزار میشه، کلی کتاب براش نوشته میشه. حالا ما میخوایم راجع به چند تاش اینجا حرف بزنیم که ببینیم کدوم آثار افراد جدیدتر تو رپ فارسی این ویژگی ها رو باستاب میدن. چرا میگیم که آقا تو رپ فارسی اینا دارن مینویسن، یعنی این چیزا، این ایده تو رپ فارسی اومده، چه جوری اومده؟ این ایده زبانی که حداقل ما باید داشته باشیم بدونیم این پشتش چیه. وقتی میگیم کل دنیا متنه یعنی چی؟ یعنی که آقا
ایدهش اینه که ما هر چی که راجع به دنیا میدونیم و بتونیم توصیف کنیم به تعداد کلماتی که ما بلدیم. خب برای همین میگم کتاب بخونید تا تعداد کلمات بیشتر بلد بشین. این کمک می‌کنه بهتر دنیا رو ببینیم، بهتر دنیا رو توصیف کنیم، دنیا رو بزرگتر کنیم و گسترشش بدیم. تو این دنیا که همه چی متنه، یعنی از دیوار و تیر برق و همه چی میتونه متن باشه تا چیزایی که واقعا مثلا به صورت نوشتاره، به همه چیز توی توصیف ما تعریف میشه. خب درست. حالا بیا مثال بزنیم. بیا بریم توی دل مثالا. گفتم اون کسی که چند تا مثال زدیم، مثلا تو در مورد تلخون مثلا به من گفتی که این میتونیم بگیم این یه مدل جدیده، یا پاپا بویز. بیا دونه دونه بیا مثال بزن. بگو اولا به نظر من این تکنیک ها رو بگو و بگو کیا دارن ازش استفاده میکنن. به نظرم این روش خوب. اوکی، یکم راجع به شعر تلخون حرف بزنیم. من واقعیتش تو همون نشریه خودم یه مقاله براش نوشتم ولی وقتی مسیرش رو ادامه داد و جلوتر رفت البته کم رنگ تر شد. این چیزی که حرف میزنم راجع به آثاری قبل از این دو تا آثار اخیرشه و یعنی مراحل اولیه تره از شعراش. میبینیم که تلخون یه ویژگی مثبتی داره، اینه که از مفاهیم بزرگ دوری میکنه. یعنی اینکه یک مفهوم گنده، مثال کلمه مثل عشق، کلمه مثل نفرت، کلمه مثل چی میدونم مادر، کلمه مثل یعنی یه سری کلمات پشتش بار معنایی داره، اینقدر بزرگ، اینقدر پشتش نوشته شده که تو وقتی میخوای استفاده کنی اون مخاطب، خب تو منظورت مثلا یه چیزه، تو اگه بخوای تو شعرت منظوری برسونی، حرفی بزنی، ولی مخاطب چیزی که از شعر تو میفهمه خیلی دورتره. چرا؟ چون که زبان چند لایه است، چند آواه. خب و آدما به نسبت بکگراندی که به زندگی دارن، به چیزا دارن، متفاوت حرفای شما رو میفهمن. هر چقدر شما سعی کنی یه حرفو بزنی، این آدمایی که وقتی گوشش میدن به درصدهای مختلف حرف شما رو میفهمن و به شکل‌های مختلف. یعنی اثر شما به تعداد شنونده‌ای که داره به همون تعداد باز تولید میشه و درست. معنادهی میشه به همون آثار. خب حالا تلخون ویژگی مثلاش اینه که میاد میشکونه مسائلو. یعنی وقتی میخواد راجع به عشق حرف بزنه، میاد مثلا اون پیشیه رو میاریم گوشه و مثلا میگه که من که پیشیت بودم یا همچین داستانی و اون نگاه کودکانه ترش. ببینید وقتی من میگم این تکنیکا هست تو این شعر این آدم، رگه های از این هاست. یعنی نه اینکه این آدم حتی به عمد استفاده کنه یا این داستان ها، ولی به واسطه زبان چون که همراه خودش مثل یه مثلا خط تاریخی تصور کنی، زبان همراه خودش تاریخ داره، فرهنگ داره و این آدمایی که استفاده میکنن، ما روی گنجینه نشستیم، اینو با خودش داره. خب یعنی ما ناخودآگاه ایدهایی داریم، به ذهنمون میرسه، شاید به ذهن پدر بزرگمون میرسید و شاید به ذهن پدر بزرگمون میرسید. خب و اینا تکرار میشه، به واسطه زبان به ما میرسه و بعدیامون هم خواهد رسید. خب حالا تلخون این ویژگی خرد کردن رو داره، مفاهیم بزرگ رو میگیره، خردش میکنه، راجبشون شعر مینویسه. این ویژگی مثبته. ویژگی مثبت دیگهش اینه که عناصر شاعرانه ایجاد میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی آشنایی زدایی میکنه. حالا که راجع به آشنایی زدایی حرف بزنیم. آشنایی زدایی در واقع اینم باز برمیگرده به مفهوم زبانشناسی. چیه؟ ببین آقا، تو توی شعر از یه کلمه استفاده کنی، واژه استفاده کنی، تعریف سادهش، خب که انتظار نشی تو اون کانتکست اونو بشنوی. خب بعد یه در ادامه نوع پیشرفته ترش چیه؟ میگه آقا تو یه سری عناصر به واسطه ادبیات فارسی شاعرانه هستن، مثلا چشم یار، موی مثلا دلبر، چه میدونم و همه این چیزهایی که حالا به زمان عامیانه تر میگن بچه ها. خب اینا ناخودآگاه شعر هستن. یعنی تو حتی تلاشی نکنی اینا به واسطه حافظه تاریخی ایرانی ها شعر هستن، لازم نیست زیاد تلاشی بکنی که اینا تبدیل به شعر بشن. عناصری که میتونه آشنایی زدایی داشته باشه اینه که اون عنصر ویژگی شاعرانه نداشته باشه، ولی تو کار جور استفاده کنی که به نظر شاعرانه بیاد، به نظر جالب بیاد. و این ویژگی رو تلخون داره توی شعراش. مثلا هم راجع به اون مثلا جوجه که میاد، اون گربهه، یا این نگاه کودکانش، این آزادی رو بهش میده که این کار رو انجام بده. خب ولی این صحبتی که میکنی، این ارتباطش با اون خورده، یعنی تو میگی این الان اون خورده شعره است، یعنی این مثالی داری میذاره مثال از این خورده شعره میشه؟ نه این من دارم میگم که
اون ایدهایی که تو اون خورده شعرها هستن و رگه هاشو تو این آها. شعرها پیدا میکنم. خب درست. یعنی اینکه من وقتی میخوام بیام با شعر یک برخورد، من موسیقی رو میذارم کنار. خب با اینکه موسیقی شعر مهمه، خب اینکه مهم. مثلا مهمه که بگیم راجع به شعر حرف بزنیم، راجع به موسیقیه. مثلا شعر که یه موسیقی داره حرف میزنیم، چون که اون موسیقیه میاد قسمت های مثلا باگدار شعر رو میپوشونه و بشه کمک میکنه در خیلی موقع ها. خب یعنی که موزیک خوب حتما لازم نیست شعر مثلا خفنی داشته باشه و شعر خالی نیست. و ولی رگه هایش تو این هست و میتونیم بگیم که اینا میشه راجعش حرف زد، میشه آره. نشونش داد با انگشت و سعی کرد که بازتولیدش کرد، سعی کرد ازش استفاده کرد. می‌بینی چون ابزارا رو، خب این چیزی هست این که آدما مفهوم میدن مثل فرهنگ سازی اشتباهه. خب شما نمیتونی یه چیز از صفر بسازی. این مثلا ادبیات فارسی میاد مثلا این سری کلمه خودش میسازه، خب این کار نمیکنه. باید بیای تو شعر تلخون، باید بیای مثال تو ادبیات فارسی باید بری توی کتاب عباس معروفی، اگه یک کلمه خاص میخوای از تو اون ورداری بیای اضافه کنی به رپ فارسی. می‌بینی نویسنده و هنرمند جامعه هستن که اون دایره لغات ها رو میسازن، اون کلمات رو میسازن که واردش میکنن. و ما برای اینکه بفهمیم که این چجوری میشه تقویت کرد این جریان حداقل شعر مدرن تر رو توی رپ فارسی، اینه که بیایم عناصری که تو اینا هستن ولی خورده خورده هستن، رگه توش پیدا میشه رو بیاریم آها. روشون حرف بزنیم و سعی کنیم که بگیم که میتونید اینجوری بنویسید و مهم. بیشترش کنیم، باز تولیدش کنیم در واقع. درست. ببین خب اینو من متوجه شدم که آره اون روش های جدید مدرن تو شعر ما رگاش تو بچه های جدید میبینیم. ولی اگه بخوایم یه مقدار مثال بزنی، مثلا بگی فلان رپر، نه فلان رپر همین جوری هنوز قدیمیه، تو کیا کاری مثال میزنی از این روش شعر قدیمی که الان یه مقدار دموده شده؟ واقعیت اینه که برای اینکه مثلا بکنیم قدیمی تره دستمون خیلی بازه و یعنی راحت تر اینه که اونایی که جدید ترن و متفاوت تر مثلا نشون بدیم. وگرنه خیلی آدمای متفاوتی تو صحنه، از این ور صحنه چه زیرزمینی ها و چه مین استریم، میبینیم که هنوز فرمت قدیمی رو دارن، هنوز قافیه محور هستن، هنوز تکنیک های شعری که استفاده میکنن پانچ محوره. مینی خیلی اینی که از من میبینم که مثلا یکی میخواد راجع به شعر رف فارسی حرف بزنه، کوشیکش میکنه به یه بحثی که مثلا بیا قافیه بنویسی، بعد مثلا پانچ بنویسی، بعد اینجا رو مثلا یکم فلو متفاوت بدی و اینا. ولی و این خیلی رو قلم شما فلکس میکنن، میگن مهم. که ما بهترین قلم دنیا رو داریم و مهم. این داستانا. میبینی که از نظر شعری شاید مدرن نشدن و اینم بد درست. نیست. این حتی خود ادبیات فارسی هم مدرن نشده تو خیلی از مراحل، هنوز اون امضای قدیمی ها طرفدار داره. خب و ماها فقط حرف من اینه که میتونیم به این مدرن تر شدن هم کمک کنیم. درست. حالا اگه تو بخوای باز برگردیم به این بچه‌ای که مدرن تر شدن و کار جدیدتری میکنن، کیا رو میتونی مثال بزنی؟ خب مثال من اونقدر مثلا دور از ذهن نیست. میتونیم راجع به پاپا بویز حرف بزنیم، میتونیم راجع به تلخون حرف بزنیم، میتونیم راجع به داریوش حرف بزنیم و بعدش داریوش ارشیا حرف بزنیم، خدا بیامرز. و اینا یه سری ویژگی شعری داشتن. البته افراد دیگه هم هستن که کم و بیش لایشناشون پیدا میکنیم، مثل انساد میبینیم، مثل مشرقی میبینیم. خب ام. کمی دورچی میبینیم اوایلش، بعدش خیلی دور شد از اون فضا. و میشد راجع به مثلا اینا حرف زد. حالا یکم راجع به پاپا بویز حرف بزنیم، راجع آره صحبت کن. به شعرش. یه ویژگی جالبی که داره و استفاده میکنه خیلی خیلی ازش، این پرش فکریه. اینکه یه خط ثابت رو دنبال نمیکنه. هی وقتی میخواد یه روایت رو هیچ وقت نمیاد با یه داستانی از اول تعریف کنه، میپره این بر به اون بر و با جمله هایی به هم وصلش میکنه. انگار از شیوه کمپ استفاده میکنه، این کمپ کم میکنه و چون چند نفرن این کار براشون راحت تر هم میشه. خب و سعی میکنن یه داستان مثلا با هم ادامه بدن، کم کم میکنن با یه اتصال دهنده های بامزه ای، حالا یه شوخی، یه جمله عجیبی، اینا رو به هم وصل میکنه. و نوعشون هم خیلی طنزای عجیبی داره. مثلا اون ترک وی پی ان و اینا، یعنی اونی که مثلا کره زمین رو بندازیم توی خورشید و این داستانا، این نگاه متفاوته خیلی به این قضیه کمک میکنه که بتونن پرش فکری داشته باشن، بتونن یه روایت رو جلو هم ببرن همراه با این مثلا
تیکه تیکه شدن روایتشون. آره. و این پرش فکری که میگه خب خیلی جالبه، چون اتفاقا مثلا یه نگاه دیگه که مقدار سنتی تره میگه که اتفاقا نباید اینجوری باشه. انگار که ما باید یه خط روایی از اول بیایم شروع کنیم به گفتن، مثلا یه روایتی باشه و یه جایی تمامش کنیم. خب ولی این چیزی که داری میگی، من به نظر من این خیلی نکته مهمیه. این پرشن که تو دائما چند تا موضوع متفاوت رو بیای و یک جوری اینا رو به هم وصل بکنی که یک وحدتی هم در نهایت داشته باشه. و من خودم این چیزی که میتونه یه سری کارشون هست و اینا خیلی دوست دارم. و نه فقط تو کارمون، تو کار بچهای چند بچهای دیگه هم هست که تو یه نگاه میکنی میبینی که انگار که مثلا ربطی به هم دیگه ندارن، ولی خب باحاله وقتی گوش میدی، دایره رقعتشون باحاله، یه سری واژه‌های ناآشنا به کار میبرن، برای تو جالبه، سری ترکیباتی به کار میبرن که انگار تو زیاد به گوشت نشنیدی قبلا. و این به نظر من خیلی یه چیز مدرن و جالبیه، یعنی نداشتن تمرکز روی چیزی. یعنی دائم انگار حواستون رو چند تا موضوع متفاوت پرته و همه اینا رو میکنن توی شعر یه جوری. این من خودم خیلی میپسندم این قضیه رو. ولی اگر بخوایم مثلا بریم سراغ یکی دیگه، مثلا هرشا پروانه، مثلا تو نگاه میکنه خب یه شاعرانگی این داشت. خب اونو چجوری تو مثلا درک یک کم راجع به همین قضیه قبلی توضیح بدم که به اشام میکنی؟ ربط داره. این شکلی که شعر امروز خب به واسطه دنیای امروز ما که اینقدر پریشانه، اینقدر پر از صداه، خب یعنی تو سرت میذاری پنجره خونت بیرون یا تو خیابون راه میری، اینقدر صدای مختلف میشنوی که نمیتونی دیگه مثل گذشته یه خط روایت بگیری و پیش بری. خب یعنی ویژگی این شعر مدرن تر اینه که تو به ابزاری نیاز داری برای روایت جامعه امروزت، برای دنیای جدیدترت، که اینقدر بسته نباشه که سعی کنی بی روایت رو به صورت خطی پیش بری، و تو باید روایت چند صداتر داشته باشی که بتونی یه حرف رو بزنی راحت تر بزنی. حالا ارشیا داستانش چیه؟ ارشیا باید قبل از ارشیا به داریوش اشاره کنیم که اون نقطه مهمی بود کلا تو رپ فارسی، این که سعی کنیم از فرم محتوا محور فاصله بگیریم و به زبان اهمیت بدیم. داریوش مخصوصا بعد از اون ترک جدید فری استایل حداقل به این قسمت زبانی بیشتر کمک کرد و توجه کرد. نه حالا به صورت بگیم که رگای زیادی توش بود، نه، ولی بود. یعنی میفهمید که یه فرقی داره، یعنی هر آدم گوش میداد میفهمید یه فرقی داره. و در ادامه ارشیا به واسطه یه نوع نگاهی که داشت، یک کم ایدولوژیک بود، یک کم این نگاه دینی طوری داشت. این دینی طور منظورم که این نگاهی که حداقل به تو ایران الان خیلی رواج پیدا کرده که خدا و انرژی و این چیزا میره. خب آره یه و به واسطه اسپریچوالی داشت. آره به واسطه این دیدگاه ها و مثلا می‌دونی حداقل اون چیزایی که بهش میره، ورودی هایی که داشت، تونسته بود کلاژ های خوبی بنویسه، کمپ های خوبی بنویسه. یعنی میامد شعراشو بخش بخش میکرد و شعراش شاید مثلا یه خط روایت تا آخر نمیرفتن، ولی وقتی کامل جمع گوشش میدادی روایت بزرگ رو باید روایت میکردن، این پازل عمل میکردن. خب این ویژگی خوبی بود که میشد مثلا توجه کرد بهش، میشد انگوش گذاشت رو بگه که آقا این متفاوت تر از بقیه است. و راجع به نفر ادامه که بعدی که حرف بزنیم، به نظرم میتونیم راجع به انصاد و مشرقی یکم حرف بزنیم که خب رپرایی هستن که کمتر شناخته انساد. شدن. آره این بچه های جدیدتری هستن ولی جدید نیستن، و به نظر من واقعا نسبت به یه سری آدمایی که تو رپ فارسی مثلا خیلی زود توجه جلب میکنن، خیلی زود مثلا میان بالا، اینا واقعا وقت گذاشتن تست کردن. این مشرقی هنوز میبینی که تو ترک های اخیرش بازم در حال تسته. یعنی تو کاتالوگ آثاریشو نگاه میکنی، تو آثار اخیرش همش متفاوته. یعنی داره سعی میکنه دنیاهای مختلف رو هی تست کنه و حرف بزنه، و این کلا ویژگی مثبت بچهای ویوی کیدز بود. اون ویوی کیدز که شکل و از بینم رفت، متاسفانه آدمای مهمی رو حداقل به رپ فارسی داد، چه تو آهنگساز چه تو حداقل رپر و خواننده. و این مشرقی اون آدمی بود که توشون قشنگ برجسته بود، مشخص. و این ویژگی شعریش اینه که سعی میکنه تو روایتش راجع به آدمایی حرف بزنه که مثل خودشن. خب یعنی از مثلا چی بگم، از سن یه آدم مثال 17 تا 20 سال با یه سری دغدغه ها،
خب ولی این دغدغه‌ها تو رپ فارسی بوده، نوشته می‌شده تو روایت‌های متفاوت‌تر، ولی مشرقی بیشتر از بقیه اینو با امضای خودش قاطی کرده. شعرش رو نگاه میکنی انگار واقعا داره یه پسر، یه مرد اینو مینویسه که آدم مدرنتریه، نگاه مدرنتری داره به دنیا و این ویژگی های مثلا داره، مثلا پرشو داره، مثلا یه خط روایت هیچ وقت تا آخر نمیره، میبینی که تو بعضی از آثارش آشنایی زدایی خوبی داره، یعنی از یه سری چیزا به عنوان المان شعری استفاده میکنه که فکر نمی‌کردیم مثلا میتونه باشه. البته بگم رپ فارسی به ذات این کار رو انجام داده، مثلا خیلی از عناصر قبل از رپ فارسی شعر نبودن، مثلا راجع همین مشروب و دراگ و اینا که حرف میزنیم به شکل گسترده رپ فارسی شعر نبودن، توی ادبیات فارسی شعر نبودن و رپ فارسی اینا رو ویژگی شعرگونه داد. درست. و حالا بعضی انتقاد میکنن که اینا تبلیغاته و مثلا موضوع رو از این ولی این حالا راجع به زبانش حرف بزنیم، این ویژگی شاعرانه رو اضافه کرده به ذات. و انسادم در ادامه همین، انسادم آدمی که شعرش خیلی این ویژگی شوالیه بودن رو خیلی دوست دارم. نسبت به بقیه رپ فارسی سعی نکرده که بیاد میدونی دایره لغات رپ فارسی وام بگیره، دایره لغات خودش استفاده کرده و این خیلی مهمه. حتی راجع به تلخون هم همینو میگم، تلخون میتونست بیاد بگه که میدونیم رپ فارسی دو تا سایت داریم، مثلا راجع به زن یا مثلا چه میدونم بگه که بیچ یا بگه مثلا چه میدونم دختر بد، ولی اومده گفته دختر بدزاد. مثلا میگه دختر بدزاد چه خبر، عمرن انتظار نداری که مثلا بگه که دختر بدزاد وسط یه شعر مثلا رپ بشنوی. اصلا تو فارسی هم خیلی کم هست. می‌بینی این ویژگی هاست که شاعرها رو مختلف میکنه و انساد هم این کار رو انجام میده و این ویژگی که توش دوست دارم اینه که سعی میکنه جنتلمن باشه، شعراش بوی آدم جنتلمن، از این ویژگی خیلی خوشم میاد، اینکه سعی نمیکنه که یک همون پسر بد رپ فارسی رو دوباره تولید کنه. درست. این ویژگی جالبیه. حالا من زیاد کسی گفتی انسان زیاد نمیشناسم، ولی حالا بعد این قضیه میرم راجبش کاراشو بهتر گوش میدم که ببینم چه جوریه. ولی خب این همه حرفایی که زدی، خیلی بحثی که مطالعه انجام داریم بحث فرمیکه، یعنی ما در مورد فرم داریم صحبت میکنیم. همین امضایی که میگی در واقع ما در واقع فلو داریم صحبت میکنیم، دایره واژگان و تکنیکایی که استفاده میشه. ولی خب یه سری انتقاد هم هست. ما همیشه یه سری آدم تو رپ فارسی داریم این نگاهش اینجوری محتوا محوره، یعنی که دنبال اینن که رپ ما یه سری ارزش ها رو دنبال بکنه، یه سری چیزها رو ازش فاصله بگیره، مثلا سراغ مواد نره، مثلا در مورد مواد نخونه یا در مورد دخترها رو اینجوری نخونه و اینجوری چیزا. این نظرش راجع به زن چیه، نظرش راجع به مثلا مواد چیه یا چیزهای دیگه، یعنی یه جور ارزشی و محتوایی نگاه میکنه، یا اینکه آیا این رپر راجع به جامعهش میخونه، راجع به اجتماعش میخونه، دغدغه‌های سیاسی داره یا نه. کسایی که تو مثال زدی و داریم صحبتشون میکنیم بچه‌ها هستن که حداقل ما تو کارشون همین چیزی اصلا نمیبینیم، یعنی نمیتونیم بگیم مثلا این شعر بدیه یا مثلا از اون نگاه چیز بدی داره باز تولید میکنه. مثلا من راجع به تلخو نمیتونم حرفو بزنم، یا مثلا راجع به پاپا بویز به اون صورت نمیتونم حرفو بزنم. خب یا حداقل اینا مثل اون قاطبه رپ فارسی نیستن که به قول معروف شعرشون پر مواد و بچ و یه سری دایره لغات تنگی باشه که هی اونا رو بخوام باز تولید کنن. ولی از یه لحاظ دیگه هم دنبال محتوا محور بودن هم نیستن، به این معنا که یه سری ارزش های خوب و به قول معروف که جامعه اونا رو خوب میبینه رو تو شعرشون هی بیارن و باز تولید کنن. یعنی انگار دغدغه اخلاق مثلا ندارن، ولی از یه لحاظ دیگه هم کسایی نیستن که بخوان مثلا خیلی راجع به یه سری مسائلی که به قول معروف منفی مواد و اینا فلکس کنن. خب یه چیزی هم من با تو صحبت کردم قبلا که گفتیم برای این موضوع هم خوبه، اینی که به نظرت بچهای جدیدتر همینه که تو مثال میزنی اینا نگاهاشون، مثلا میگم تو این بحث‌های اخلاقی نگاهشون به زن تو رپ فارسی چی؟ تو حالا مثلا مثال زدی الان یه عده مثلا میگن دختر بدکاره، عده میگن بچ مثلا. خب اینا الان تو بچهای جدیدتر چجوری میبینی؟ واقعیت اینه که این مسائل حداقل بحث مهمیه. خب حداقل می‌بینیم که حتی تو اروپا هم
داستان جی رولینگز و اینا هم که الان خیلی وقت جریان داره اینا، میفهمیم که بحث زنان بحث مهمیه و اون مثلا بعد از قضیه پارسال بیشتر هم تو فضاهای مختلف راجبش حرف زده شده، راجبش کار شده، حتی تو رپ فارسی هم خیلی تولید شده. حتی آدمایی که اونقدر به این مسائل اهمیت نمیدادن و شاید مثلا بازاری تر بودن، ولی میبینی که مثلا میمونن راجع به این مسائل حرف زدن و کار دارن. من به نظرم تو این قضیه به یک ایده رو خودم دارم راجع به گفتمان. میگم آقا ایران بعد از انقلاب حداقل خب چه زنانی ساخته از نظر محتوا، از نظر گفت میبینیم که آقا توی دوره‌ای که جنگ بوده مادر شهید ساخته، خواهر شهید ساخته. اون جلوتر مثلا دوره رئیس جمهور مثلا زن مستقل ساخته، زن طبقه متوسط ساخته، زن مثلا کارمند ساخته. میبینیم و هی جلوتر اومدیم دهه 80 داف ساخته و اومدیم جلوتر. چیزی که هست تو رپ فارسی واقعا چه زنی داره تو گفتمانش باز تولید میشه؟ این سوال مهمیه به نظر من. اینکه کمک میکنه بفهمیم که چرا جریان زنان تو رپ فارسی کوچیک‌تره، چرا مثلا کم رنگتر از بقیه است، چرا وقتی میخوان یادمو تخریب کنن چه برای مردا چه برای زنا مستقیم جنسیت رو نشونه میگیرن. خب و این چیزی هستش که باید راجبش هر زد راجبش کار کردش. و رپ فارسی الان واقعا نگاه میکنیم مثلا واژه بچ خب خیلی استفاده میشه. من نمیگم مثلا این نباید استفاده بشه یا هر چیزی دیگه ای. خب این چون رپ فارسی از جامعهش رو نگاه میکنه، از اون جامعه یاد میگیره و سعی میکنه باز تکرار کنه و رپ فارسی مترجمه در واقع. خب یعنی علاوه بر نگاه کردن به جامعه به غرب نگاه میکنه و اون شعرهایی که خونده میشه رو ترجمه میکنه و سعی میکنه که شبیه اونا بنویسه، شبیه اونا بخونه و متاسفانه مترجم خوبی هم نیست. یعنی کل کانسپت بزرگو نمیگیره بیاره و اون قسمتی که خوشش میاد و به نظر جذابه رو برمی‌داره بیاره. وقتی که اون جایی که دوست داری برمی‌داره میاره و اون قسمتایی که مهمن ارزشن تو اون فرهنگ اون نمیاری و فرهنگ خودت هم با اون غریبه است، به مرور زمان از اون ایدئولوژی تو که داری هی روز به روز کمتر میشه، کاسته تر میشه و میشه یک قاب خالی، میشه یه چیزی که اونقدر چیزی واسه حرف زدن نداره، واسه گفتمان نداره. و میشه راجع به این خیلی حرف زد که آقا شاید که دلیلی که تو رپ فارسی میبینیم که زنان کمتری هستن این داستان باشه که این گفتمانی که ما داریم درستش میکنیم. اون رپ فارسی به خصوص اون قضیه بخش تجاری ترش به قول معروف که این واژه ها و این القابی که به زنان میگن، همین بچ و چیزای دیگه که میگن زیاد شده. شبیه من بچه‌ها میگم این شبیه یه سری بچهای دبیرستانی دارن تو کوچه فوتبال بازی میکنن، دائم به هم میگن فوش میدن، از این حرفا میزنن و معلومه تو این جمعه کسی از دختره محل نمیره باشون فوتبال بازی کنه. خب ولی خب اگه این محیط پذیره باشه حتما این گستردگی هست، ولی متاسفانه الان کم شده. ولی اینم میخوام بگم که باز این بین این بچهای جدیدتر به نظر من حرفی که زدم و این بچه‌ای که اسپوردیم، من به نظرم این آسیبه به نظر من کمتره. یعنی که این بچه‌هایی که حتیشون صحبت کردیم مثل تلخون، مثل حالا ارشا پروانه یا مثل پاپا بویز، باز این نگاهشون به خاطر اینکه کلیشه‌ای نگاه نمی‌کنن و دنبال آشنایی زدایی ان، واژه‌های جدیدن، نگاه که متفاوتی دارن، باز اونا رو اونایی که به قول معروف یکی مثلا سجاد شاهی یا مثلا ویناک و اینا دائم دارن با تولید میکنن این به قول نگاه تحقیرآمیز بزن و حداقل تو آثار اینا نمیبینیم. شاید به خاطر همین قضیه متفاوت بودن، همین نگاه جدیدتر، دایره لغات متفاوت و اینکه نمیخوان مثل قبلیه بشن، این به نظرم از این لحاظش یه امتیاز به نظر من مثبته. حالا یه مقدار که به تقریبا آخر پادکست هم نزدیک میشیم، یه جایی ما با هم صحبت میکردیم تو بحث نقد هم تو معتقدی که الان نقدی که تو شعر هست اینجوری نیست که مثلا یه آدمی بیاد اون بالا ارزش گذاری کنه که این شعر از لحاظ اخلاقی خوبه بده یا نه. این شاید بتونه تو رپ هم به قول معروف تسری پیدا کنه. این نگاه چیه؟ این نگاهی که زیاد ارزش گذاری نمیکنه و دنبال چیز دیگه ایه. این از این لحاظ خوبه که شاید ما بتونیم تو رپ همین رو به قول معروف گسترشش بدیم. یکم راجع به این داستان توی شب فارسی حرف بزنیم که نقد آیا هنوز لازمه یا فرم جدیدتری که میشه از نقد ارائه داد چیه؟ واقعیت اینه که تو شعر فارسی، حداقل شعر مدرن‌تر فارسی، نقد کم کم
کم رنگ شده و اونقدرم کارا نیست، چون که نقد باید یک کمکی بکنه که آدما پیشرفت کنن، بتونن نقطه ضعفاشون رو بفهمن، نقطه قوتاشون رو بفهمن و سعی کنن که بهتر بشن. یعنی هدف نقد باید این باشه. ولی این داستان نقد حداقل تو شعر فارسی این شکلی شده بود از جای به بعد که برای تخریب افراد استفاده میشد. یعنی که تو باید دیگه آدمو میکوبیدی که بعد حالا طرف خوش از اول بسازه. این داستان این شکلیه که توی ادبیات فارسی از اینجا به بعد گفتن که خب بیایم مفهوم خوانش رو استفاده کنیم، بیایم به آثار همدیگه وقتی میخوایم مطالعهش کنیم یه سری چیزا رو بزنیم کنار، یه سری سوگیری ها رو بزنیم کنار، بیایم با استفاده از این خط کشی که داریم، ایده که داریم، خوانش کنیم یه متن، یعنی خودمون رو وارد اون متن کنیم و همراه اون شعر، همراه اون آدم، همراه اون متن سعی کنیم وارد دنیاش بشیم و بشناسیم که داریم مثلا تو چه دنیایی این آهنگو میشنویم، از چه آدمی این حرفو میشنویم. داره مثلا می‌بینی، چون یا هر آدمی وقتی شعری مینویسه داره روایت از دنیای خودش رو میکنه. یه مفهومی هست من از هری پاتر وامش گرفتم که خیلی به نظرم مفهوم جالبیه، اون مفهوم هورکراکسه، نمیدونم یادته یا نه، که ولدمورت خودش رو داخل یه سری چیزا جاگذاری میکردش، مثلا کتاب و شمشیر و این چیزا. و اون هورکراکس همینه، آدما خودشون داخل مفاهیم مختلف داخل شعراشون باز تعریف میکنن، زنده نگه میدارن. خب حالا هر مسئولی هست، حالا چه کلمات جدیدتر باشه، چه ایده های جدیدتر باشه، چه مثلا کتاب یا شعر یا هر چیز دیگه ای باشه. خب و این اتفاق هم میفته. ما وقتی که میخوایم به یک اثری نقد کنیم یا راجبش حرف بزنیم، به نظرم رپ فارسی اینجا میتونه یه سری نقش روایتگر ایجاد کنه، آدمایی که بیان توی آثار نویسنده ها و سعی کنن به زبان اون هنرمند اونو بخونن و درکش کنن، راجبش حرف بزنن. خب و از یه نگاه عاقل کامل بهش نگاه نکن، یه آدمی که بالا وایساده و انگار همه چیزو میدونه و نگاه کنه به این آدمی که مثلا انگار از خودش پایینتره یا هر چیزی دیگه، بیاد راجبش حرف بزنه. خب ما به نظر که این ایده میتونه تو رپ فارسی هم استفاده بشه، چون تو شعر فارسی استفاده میشه. این که خودشو نزدیک کنه، آیا به این معناست که مثلا میگم تو همین قضیه پرش ذهنی، آیا مثلا منتقد هم بیاد خودشو جای اون آدم بذاره، یعنی به قول شعر اون آدم رو با همین دیدگاه پرش ذهنی بیاد در نظر بگیره، مثلا همین مثال بزنی ازش؟ نه، ببین وقتی که حالا این مسئله مهمیه که من خودم هم توی مراحل یادگیری هم که واقعا چجوری میشه با یه شعر مواجه شد. خب و این خیلی مثلا کار نظریات زیادی راجبش، حرفای زیادی پوشش هست و به نظر من تو مرحله اول وقتی با یه شعر مواجه میشی، خب باید یه سری از المانهای معنایی رو فعلا تو مرحله اول بذاری کنار. خب بگی که اوکی این حرفا که میزنی، اگه چه میدونم سورنام باشی، مهمترین حرفا رو میزنی، بذارم کنار، ببینیم که واقعا داری تو شعرت چه اتفاقی میفته. برای نقد شعر، تا دارم راجع به شعر متن حرف میزنم، برای نقد شعرت چه اتفاقی داره تو متن میفته. خب و کجاهاش اون ابزار مدرن تر داری استفاده میکنی، کجاهاش آشنایی زدایی داری، کجاهاش گسست داری، کجاهاش این خرد کردن مفاهیمی داری که بتونی این ابزار اینو بهت کمک کنه که بهتر حرف بزنی، بهتر اون چیزی که میخوای بگی. خب و هدفم واقعا در نهایت حرفی زدن نیستا، چون که آدما هر چی بگی اون چیزی که میدونن رو برداشت میکنن. خب هر چی که میخوان ازت برداشت میکنن، هر چی که لازم دارن ازت برداشت میکنن. خب و تو مرحله بعدی میای اون لایه‌های معنایی هم میاری روش که میبینی که اوکی مثلا چی گفته، چقدر عیار سنجیدنشه، این آدم تو چه جامعه‌ای برای چه گروه سنی داره چه حرفایی میزنه. خب اینا دیگه میشه مراحل بعدی تر. و در نهایت هم خب باید موسیقیشو در هماهنگی با این شعر بسنجی و چیزا دیگه که من زیاد بلد نیستم. درست. اینجوری باید باش مواجه بشیم به نظرم. ولی یه چیزی که من مثلا توی یکی از نوشته هام در واقع و خیلی ازش گذشته، من یه نوشته ای رو آلبوم گوزن سورونه انجام دادم، اون هم یه چیزی رو تست کنم، خاطری که یه آلبوم، خب یه آلبومی که تو یه لحاظ خیلی شخصی باشه، نوع نقد منم یا روایتگری من شاید از این آلبوم سعی کردم به همون صورت شخصی باشه، یعنی اون کسی که داره ازش اینجوری نبود که خب حالا بیایم شعر اول شعر دوم رو نگاه کنیم، اینو مجموعه رو نگاه کنیم، اینجوری نبود. منم اونو به عنوان یه داستان شخصی در نظر گرفتم، یعنی منم یه روایتی از خودم ساختم شخصی و اون نقد اون کارو
بردم تو اون روایت شخصی از خودم و در نهایت هم از توش یعنی هم روایت خودم رو تموم کردم، هم نقد آلبوم رو تموم کردم با هم دیگه. یعنی این روشی بود که سعی می‌کردم فکر کنم. اینم الان میگم به اون بچه‌ای که مثلا یه مقدار شاید علاقه داشته به این قضیه، اینکه اون فرم روایت اون فرد رو بیاین داخلتون درونی کنید. حالا اگه یک نفر از یک جایی داره مثلا با چند شخصیت داره کارش رو روایت میکنه، شما هم سعی کنید تو نقد تو این چند شخصیت ها رعایت کنید. این شاید یه مقدار ژانگولر به نظر برسه، ولی به نظرم نزدیک کردن فرم نقد به فرم متن که داری شما نقدش میکنه، اینم یه نوع نگاهه به نظر من. یعنی اگر یه کسی داره تو کارش پرش ذهنی استفاده میکنه، شما هم تو نقدتون سعی کنید از این پرش ذهنی استفاده کنید. شاید این مقدار مسخره به نظر میسه حرفی که دارم میزنم، ولی به نظرم چه جالبی میشه. یعنی اگه بتونی از توش چیزا یه کار به درد بخور در بیاری، دیگه این فرمال زیاد مهم نیست، ولی بتونی از این راه، یعنی این خوش باعث آشنایی زدایی میشه. یعنی که من خودم آقا متن نقد رو بخونم بعضی وقتا خسته میشم، یعنی که خب طبق معمول اومده از اینجا شروع کرده، داریم این حرفو میزنیم به اونجا میرسیم. یا حتی مثلا تو خیلی چیزای دیگه، حالا من دارم بهت میگم مثلا تو همین پادکست ساختن هم میشه این کارو کرد. یعنی که ما اگه یه پادکست داریم در مورد روش‌های مدرن شعر رپ فارسی صحبت میکنیم، شاید خودمون بهتر یه سری کارهایی استفاده کنیم که انگار جدیده، آشنایی زدایی کنیم. مثلا یه نفر من دارم تو صحبت کنم، یه نفر یه جایی به صحبت کنه. مثلا میگم حالا میگم داریم به قول من برین استورم میکنیم، ولی خب خیلی قشنگ. مرسی. من به نظرم صحبت جالبی بود، به خصوص اینکه ما توجه رو در واقع بیاریم به سمت بچه‌های جدید و بگیم کاری که دارن میکنن از یه لحاظای مهمه. خب من درست بعضی از چیزا ممکنه سلیقه‌ام نباشه، یا مثلا بعضی از صحبتایی که میکنیم مثلا میگم خب من نظرم یه جوری است، ولی به نظرم مهمه که برای شناخت بچه‌های جدیدتر نیایم با اون نگاه به قول معروف 10 سال پیش بهشون نگاه کنیم. من خودم سعی میکنم به خود از این قضیه دایره واژگان جدید، آشنایی زدایی کردن، همین چیزی که تو به من گفتین، پرش های ذهنی، به نظرم خیلی خیلی بحث جالبیه. به خصوص اینکه با جامعه ما هم و جامعه مدرن و شلوغی که توش هم هستیم بیشتر میخوره. یعنی یه آدمی از صبح که بلند میشه انقدر چیزای مختلف تو زندگیش میاد و شلوغ زندگیش اینو تو قشنگ تو شعرش اینا رو پیاده کنه. دست درد نکنه. صحبت آخری داری برای بچه‌ها؟ نه چیز خاص نیست، ولی فقط سعی کنید که متفاوت باشین. واقعا میگم اینکه سعی کنید شبیه بقیه باشین از شما یه هنرمند نمیشه. هنرمند اونیه که بتونن از بین این همه آدم شما رو جدا کنن، بگن که اوکی این فرق داره، این هنرمنده، این رپر جالبیه. این خیلی مهمه. و این آره این صحبتی که میکنین درسته، ولی باز میگم باز همه این خوبه، ولی آدما باز هم تو اون قضیه رپ تجاریه گیر میکنن. یعنی چون رپ تجاریه به تو همچین اجازه ای نمیده که تو فرم های جدید به تو، یعنی میشه توش انجام داده ولی دست و بالت بسته است، به خاطر اینکه مثلا کلا تولید انبوه فلسفهش نه فقط توی مثلا کار شعری یا کار هنری، بلکه تو همه چیز همینه. یعنی تو یه سری فرمول برنده و موفق پیدا میکنی که میفروشه، هی همون رو انقدر تولید میکنی که نهایتا به یک ابتذال و تکراری میرسه، حالا بری سراغ چیز دیگه. خب و این جای برای اون آدما که متفاوت فکر میکنن کم میاد. برای همین این آدما که ما الان راجعشون داریم صحبت میکنیم، اینا رپر تجاری به اون معنا نیستن. ما فکر نمی‌کنیم هیچ از اینا از استریمشون اونقدر پول بیارن. خب ولی خب به هر حال جامعه که ما توش داریم زندگی میکنیم دیگه، به هر حال این جامعه این شکلی. و من امیدوارم تعداد این آدمای متفاوت زیادتر بشه که ما هم بتونیم بیشتر راجعشون بیایم صحبت بکنیم. دست درد من نکنه امیدوارم. کس را. امیدوارم که موفق باشی در تولید محتوا و نوشتن و صفحه خود گسترش بدی، کانال یوتیوب بزنی، با بچه‌های هم فکر خود جمع بشی، کار جالب تری بکنی. دست درد نکنه. امیدوارم فدای شما. در قسمت بعدی هم با ما همراه بمونید. خداحافظ. خدا